سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. دوستان اومدیم برم کال آف موبایل. تا آخر ویدیو حتما همراه من باشین. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان شروع کردم. دوستان به دلیل این نت ضعیف متاسفانه بیشتر گانا و اسکینا رو نتونستم لود کنم تو این سیزن هست. آره دیگه بیشتر چیزا رو دوستان نتونستیم متاسفانه لود کنیم. حاجی ولی دوستان ناموسن تا الان یه صداگانی چیزی باید میومد و میگم چرا صداگان اینا نمیاد. افتادم سرور خارجی حاجی. پس راحت بلوتم. حاجی این چی؟ سیزن زده اصلا نه لود نشده اصلا. بذار ببینم لوده. نه اینم که لود نیست. کمتر چیزی لوده، کمتر خیلی اصلا از اسکینا کمش لوده. ای بابا هیچی نبوده آجی. حیف دیگه دوستان ویدیوهای قبلی فکر نکنم کیف بید. حیف آجی بدیاتش اینجاست این از نت 117 میتی کن نتونستم لود کنم. حیف دیگه. منم خیلی وقت بود پلی ندادم، یه چند هفته میشه اون بعد آخرین ویدیوم پلی ندادم آجی. من یه عادت همه نمیدونم بچه هر جور گلوله ببینم بر میدارم، میگم یه جایی نیاز میشه و یا هم اصلا برای انمیا نگه ندارم گلوله ها رو. نمیدونم اینجور چیزیه دیگه، نمیدونم واسه چی. بخور هر زاده ماده این درس جامعه که همین میشه. از این بار فهم من نیستم افتادم سرور خارج.
Demirdici Tulistan Colt داشت. نه یالانجا ترکیه. آره حاجی طرف ترکیه بود. طرف ترکیه بود. خودم ترکیه بلدم. از اونجا فهمیدم طرف ترکیه. فکر کردم گاندراپ آخه منطقیه. به این زودی هم گاندراپ نمیاد. شماره 1 زیاد داشت زر میزد. فکر نکنم. آره حاجی 3 نرسیده هم. پس یکی دیگه اون رو لوت کرده. برم یکم اذیتش کنیم برادر. کجا؟ ریوایوی بود. اینجا رو که فهمید طرف ریوایوی بوده اما نمیدونم منو کجا رفت. آها انگار یکی دیگه هم اینجاست. نمیدونم. آج دوستان همیشه اینو توصیه میکنم وقتی سوار ماشین نمیشین اگه شاتگان اینا برداشتین حتما بردارین تو دستتون. وگرنه میخوایم مثلا همین که مثلا از ماشین من دیدیم یه اسکواد با چاپر میاد شما هم همین که خواستیم پیاده شین اونا قبل شما پیاده شدن. وقتی پیاده میشید بدون شاتگان که میرید فات دیگه همگی میدونین دیگه چه بلایی به سر میاد. فکر کردم و نهاد. بریم مدیک را هم آبزریت بزنیم حالا.
اوه حاجی چرا دراز نمیکشه حاجی با یه کلت کم مونده بودم بمیرم حاجی برم بدبختم تو همین که اونجا به این رفت دیگه بهتر نگم اینه بابا بابا چاپرم میاد حاجی وضعیت خیلی چیزه بابا شما رئیس اون کیل لامصب رو میخواستم من به کجا رفت اوه. ماشین بعضی وقتا که ماشین گس داره بیاد ولی نمیاد و خوشم نمیاد نمیدونم برای چی چون بعضی وقتا حس میکنم ماشین پر یه اسکواد کامله میان منو جر میدن و میرن حاجی الان قاطی کردم کدوم یک اصلیشه کدوم یک کیک اوف یعنی 100 واو حاجی 117 میتی که گردیم حاجی اصلا عاشق من 117 میتی که گردیم بابا زود باش اوه اوه بابا کامل لود نکرده دوربینش رو نگاه کامل لودش نکرده منم میگم از صدا حتما کامل لودش کرده بعدش هم میفهمم نه کامل لودش نکرده هی دوستان حتما و حتما یه لایک و سابم بکنین یه حمایت کوچیکی از یه لایک و ساب که چیزی از شما نمیگیره
ای بابا این دلغک اول و دلاب ببینم آجی بدجور به ایم نیاز دارم، بدون ایم که آجی یه لحظه فکر کنم میدونه داره نید میندازم. فرار کن فرار کن نید. آجی چقدرم لوت باکسه، چقدرم لوت. آجی الان من کدوم طرفو بدجوری هم به ایم نیاز دارم. اوه حاجی این نشونه خیلی بدیه. آره چیه منم مدیک دارم طول سگ. فکر کردی ما مدیک نداریم؟ همینجا کم میکنم تا تو نه حاجی گو بخورم اونجا کم کن. زود باش زود باش زود باش. 37 31 26 21 16 دقیقه. حاجی اونم که اونجا زون کن. چرا این یک دفعه اینطوری شد؟ آقا کسی زنگ نزنه ناموسن. الان رفیق من زنگ میزنه من بدبخت میشم. او اونجا بابا این گیر این ایم افتادم آجی به ایم. از یه دست اینو دروب چونم بردارم بزنم نمیشه. نمیشه حالا. آره دیگه منطقه چیزی که از گاندروب برداشته شده رو چطوری بذار. چطوری مو. خب دوستان امیدوارم که از ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. وینو هم که عشق کردین. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا